دوبله شده در استودیو جم. حاضرین یا نه؟ دستا کجاست؟ دستا مگه دیوونه شدی؟ بیار بالا به سلامتی. سلامتی؟ اینجا شو نمیتونم بخونم. Hiç anlamaz mısın yar? Seni bana yazmışlar. یه بار دیگه. Hiç anlamaz mısın yar? Seni bana yazmışlar. آفرین. عالی بود. خیلی خوب بودی. آفرین. خیلی ممنون. ممنون. آفرین، عالی بود. خیلی خوب بود. دمتون گرم بابا. اما کلک زدینا. کدوم کلک؟ مگه این کارتون کاراوکه است؟ پلی بک بود دقل باز. ملی بک نبود ای بابا. نه صدای زینب از همون بچگی قشنگ بود. خیلی قشنگ میخونه. من همه چی رو حل کردم. حالا نوبت شماست برین رو صحنه. کی؟ آها مته و فادی؟ چه ربطی داره؟ ما چرا باید بریم؟ شما بریم مگه نه رفیق؟ شما بس. یه لحظه صبر کنین بدون من شروع نکنین. الان میام یه لحظه. کجونم زنگ زده. داداش ما نمیتونیم مته این الو؟ دیگه. دختر جون تو چرا اینجوری میکنی آخه؟ 60 بار به زنگ زدم گوشیو بر نداشتی. میخوای از نگرانی دق کنم بمیرم؟ ماما من برنده شدم. چی میگه؟ وای یادگار میگه برنده شدی. وای آفرین به تو. آفرین دختر زرنگم. دخترم پس زود باشین لفتش ندین بیاین اینجا برای من و خاله یادگارتم یه کیک بپزیم با هم جشن بگیریم. چیزه مامان چون ما نمیتونیم بیایم الان بیرونیم داریم جشن میگیریم. خواهد چی کارشون داری؟ چی شده؟ چی میگه؟ این چه جشنیه دخترم؟ مامان جون ما دیسکوییم همه با هم جشن گرفتیم. چی داری میگی؟ دخترم اونجا آدمای عوضی زیاده باور کن. تو اون نوشابهاتون قرص میندازن و میخورین همونجا قش میکنین میافتین. دخترم اونجا رو ول کنین. جون مادرتون بیاین خونه همه دور هم جشن میگیریم. باشه عزیز دلم. مامان جون چی میگی؟ من صداتو نمیشنوم. دختر من تو نمیدونی ما با اینا بزرگ شدیم. این آدم بدا تو همه فیلم ها بودن. مامان جون باور کن اصلا نمیشنوم داری چی میگی. میام خونه میبینم ات باید قطع کنم. خداحافظ. قطع کرد. خب حق داره دیگه. بذار بچه ها با هم راحت خوش بگذرونن بگردن. بچه های ما هم پیششونن دیگه. بر چی نگران میشی؟ نه یادگار من زود میرم خونه لباس عوض میکنم. تو هم با اورهان زنگ بزن ما هم بریم اونجا. خواهر دیگه هر چقدر میخوان همه با هم جشن ببینم بگیریم. تو دیوونه شدی. بشین اینجا ببینم. ما بریم اونجا چه غلطی بکنیم؟ من که نمیتونم بیام. اینجور جا تو سر من سیگار میکشن. بچه ها رو تو منگنه نذار. بذار با هم خوش باشن خوش بگذرونن. نه یادگار نمیتونم بذارم. من اونقدر هم معدم گشاد نیست خواهر. بله
ها خوش اومدی داداش شوکت. سلام تشکر داداشم. آیفر. ای، من رفتم شب بخیر من برم داداش. آیفر رو شب بدرقه بخیر. کنم بیاریم. برو نه دیگه. بابا کجا میای؟ خودم میرم. مگه غریبم؟ برو بشین. باشه. اما ببین بهت زنگ میزنم ها. خیلی خوب باشه برو. بفرما داداش چیزی میخواستی؟ یادگار، ها تو فردا کاری داری؟ نه تنتنم خیر باشه. آها خوبه. پس فردا مریم رو دعوت میکنیم اینجا. زن داداش مریم. ها سبب؟ این زن یه کلکایی تو سرشه. تو دعوتش کن بیاد اینجا. 2 زنید بشینید با هم حرف بزنین. من سعی کردم حرف بزنم اما نتونستم. اوی داداش تو که گفتی با این زنه حرف زدی حل شده. من الان قراره چی به اون بگم؟ معلومه زنه یه کلکایی تو سرشه. ببینیم حرفایی که به من زده همونه رو به تو هم میگه یا نه. داداش راستشو بگو، تو میخوای با این زنه آشتی کنی؟ آره کلک. یادگار، چرا باید با این زن آشتی کنم من؟ خب پس چیه؟ این زنه یه نقشه هایی کشیده. ها. میخواد زینب رو بکشه طرف خودش، گولش بزنه، بعدش با خودش ببره. یادگار. دوا آره. شماره این ورپریده رو بده من ببینم. بنویس میگم. بنویس. دهم باز کن. 0 وای این مریم خانومه. اون شب که جشن نیومده بود. عجب پس قایمکی اومده. بنویس مصطفی. مریم. مریم. اسم من مصطفی است. باشه گلاب خاتون بیا منتظرتم ها. چی میگه؟ گفت سعی میکنم بیا. خوبه. داداش پای منو تو این کاراتو باز نمیکردین واقعا که. این مشکل تو هم هست یادگار. باید خانواده‌مون از این زنه حفظ کنیم. اوی اطاعت میشه کاپتان شوکت دره. اگه امر دیگه ای نیست میتونم به کار زندگیم برسم؟ نیست. برو به کارت برس. تو که هنوز اینجایی. پاشو برو کارت برس دیگه. خدایا منو بخور راحت شم. الیپسو کجاست؟ خب تو اتاقشه این چه سوالیه؟ پس برم با خواهرزادم 2 کلمه حرف بزنم. اوی خدای منو بخور. نکنه مریض شدی تنتنم. چیه؟ نمیتونم 2 کلمه با خواهرزادم حرف بزنم؟ دوبله شده در استدیو جم. آخر تو این خونه دیوونه میشم. بزن زینب اونجا رو ببین. چی شده؟ ای وای چی شده؟ اونجا رو ببین. چیه؟ ای بابا ماما خاله آیفر اینجا چی کار میکنی؟ خاله آیفر؟ حالا آیفر مامان تو اینجا چی کار میکنی؟ چیه؟ مزاحمت شدم؟ نه ببینم دختر خانم شما اینجا چه غلطی میکنی؟ مامان جون کاری نمی کنیم، داریم خوش میگذرونیم میرقصیم همین. دختر نکنه تو الکل ملکل خوردی ها؟ مامان چه الکلی؟ الکل ملکل نخوردی. یا ها کن ببینم. مامان تو چه جوری ما رو پیدا کردی؟ دخترم 100 بار زنگ زدم هیچ کدومتون بر نداشتی. به شازیمند گفتم با کامپیوتر 2 دقیقه پیدات کرد. مایت چیه نمیدونم چی گذاشتی. همه مملکت میدونن کجایی. باری کلا دختر گلم. شازی مامان کاش که شازیمند حداقل امشب میومد پیشم. دختر تو زده به سرت بچه. شازیمند پا میشه بیاد اینجا.
ببینم دختر، اون پسر سیواسی هم اومده آره اینجا؟ اومده الان اینجاست. جون من خوب شد. پس فهمیدی مال کجای سیواسه؟ آره فهمیدم. کجاشه؟ از منطقه خودمونه. وای پس بچه محل خودمونه. قربونش برم. خب خانوادش کیه؟ مامان دیگه اونشو نمیدونم، بعدن میپرسم میگم بهت. ها باشه، منو ببر پیش دامادم آشنا شیم. چه دامادی؟ مامان ما با هم دیگه دوسته؟ بله یعنی دوسته؟ بله دوست مامان. آی خاک تو سرت نشه دیوانه. این دخترم هم ترشیدمون رو دستم. مامان ها این چیه؟ چه تیپی هم زدی؟ از شازی من پرسیدم چی بپوشم برم، اینو بهم داد. خیلی بهت اومد، خوشگل شدی. خیلی با کلاسم. بهم میاد مگه نه؟ خیلی میاد مامان. برنده شدی، ما بردیم. ای بارکلا دختر. خیلی خوب بیا بریم پیش بچه‌ها، حالا که اومدی بیا ببینشون. بریم آشنا شیم. بیا اینا چی کار میکنن؟ بیا بریم مامان ولشون کن. دختر این چه ریخ لباس پوشیدنه؟ ببخشید. زن گنده کجا اومده؟ ای خدا. خاله خوش آیفر. اومدی خاله آیفر. دختر اینجا چی کار میکنی؟ میرقصیم، جشن میگیریم. معلومه. به به پسر سیواسی هم اینجاست. چطوری پسرم، حالت خوبه؟ چشم نخوری. مامان ولش کن، تعریف کنی چجوری مسابقه رو بردیم بگین. خاله آیفر، مته یهو افتاد روی کیکمون. چی؟ مته کیکمون رو داغون کرد. مته دیگه کیه؟ آی قربونت بشم، تو افتادی؟ دست و صورتتو شستی؟ از خیافش معلومه بچه خوبیه. ای خدا. نگاه نکنین تعجب نکنین، اینا دیوونن. دختر بیا وسط. پسرم با هم برقصیم. خوبه به هم میاینا. این نامه کوب هست، کل اتاقو زیر رو کردم. کجا قایمش کردین؟ الیفسو با خودت حرف میزنی؟ نه دایی، نامه رو پیدا نمی کنم. اگه پیدا کنم قاتل مشخص میشه، بازی تموم میشه، اما پیدا نمی کنم. تو کیف زنه رو نگاه کن ببینم. چه ربطی داره دایی؟ دنبال قاتل میگردم. تازه نمیتونن اونقدر احمق باشن که نامه رو بذارن تو کیف. باشه تو یه نگاه بکن، یه دفعه نگاه کن دیگه. نامه رو مگه قرار بزنن تو فریزر؟ یه لحظه برم اون یکی اتاق، اونجا یه دونه کیف دیده بودم. آره واقعا اینجا بود. باریکلا دایی. ما اینیم. این نامه رو پیدا کردی. حالا نوبت پیدا کردنه نامه‌ای که من میخوام. تو هم به من کمک میکنی؟ بفرمایین. الان خوب میشه. ای ببین چه بلایی سرم اومد. ای خیلی درد میکشم فهمی، اما هیچ کس به من اهمیت نمیده. پسرم دنبال اون زینب بی کلاسه، در سازی میزنه میرقصه فهمی جون. کاش اصلا نمی اومد، بچه همو از راه به در کرد. مقدس پاک تو صنعت مبالغه استاد شدی یا؟ فهمی تو هم همش طرفداری این زینب رو میکنی. یه بار طرف منو بگیر. واقعا که فهمی خیلی ممنونم. چی شد؟ تو هم پاک شروع شد در بردی یا زن؟ ببین مقدس، تو کم کم داری تبدیل میشی به کاریکاتور مقدس. تو هم شدی مثل مجسمه مرد کتابخون فهمی بی احساس. اولا اون مرد کتابخون نیست، مرد متفکره. رودن ساختتش. یه آدم دیگه مگه چیه؟ خب مجسمه است دیگه، چه فرق داره بخونه یا فکر کنه؟ وقتی میخونه خب فکرم میگه آی درد میکنه، خیلی درد میکنه. با همش اینجا رو ماساژ میدی، اینا رو ماساژ بده. بس دیگه خانوم، اینطوری نمیشه. پاشو بریم بیمارستان، یه عکسی چیزی ازش بگیریم، شاید ترک چیزی برداشته باشه. آره بریم حتما چند تا ترک داره. بدو پاشو بریم پاشو. ظاهرا اون مغزته که ترک برداشته، نه پات. یه ترک پاک کافی نیست، یه ترک کدومه؟ تو من کلی ترک و شکستگی داریم. پاشو دستمو بگیر. بفرمایید. بیا.
چی میگی مرتیکه؟ بیا اینجا ببینم چی میگی تو مرد؟ خالی مردم دیگه خانم خیلی خوب مصطفی، بقیه‌شو خودم میبرم. اگه کاری بود خبرم کنین قربان. ممنون پسرم. بلا به دور باشه مقدس. چی شده؟ ترکی چیزی بوده؟ ترک مادر جون، همشون ترک خورده، تیکه تیکه شده، همه انگشتم شکسته، خورد شده مادر جون. در اصل مشکل خیلی بزرگی نیست. مقدس اصرار کرد روی صندلی چرخدار بشینه، دکترم مجبور شد اجازه بده. واقعا که فهمی من تو درد و رنج بال بزنم، دوبله شده در استودیو جیم. خب دیگه چاره چیه؟ کاریه که شده، میتونست از این بدترم بشه. بهتره دیگه ببریم تو اتاقت که یکم استراحت کن. خانم خوشگلم، میخوای مثل روز عروسیمون تو بغلم ببرمت؟ آره؟ بیا بغلم بگیر. چی شد یهو؟ فهمی چی کار میکنی؟ یه وقت کمرت یه چیزیش میشه، میخوای جفتمونو به کشتن بدی؟ اون آسانسور پس برای چیه؟ منو ببر تو آسانسور. میبینی مادر، بهش برسیم یه جور، نرسیم یه جور، خطا کاریم. باشه مقدس جون، پس خودت تشریف میبری دیگه، بعدن میبینمت. برو فهمی خان. پسرم که اومد منو میبره تو اتاق. البته اگه یادش نرفته باشه یه مادری داره. شب بخیر مقدس. تا یادم نرفته بگم فاتح و زینبم خیلی وقت برگشتن. بهتره بی خودی منتظر نشی. اومدن؟ پس کی به من میرسه؟ گلای بفرمایید مقدس خانم. اونجا چی کار میکنی؟ گلای منو میبری تو اتاقم؟ چشم میبرم. بعدش پشت سر پادیک داد زد هی بیا اینجا. فاتح یواش میشنم. بابا عجب زنیه. دیدی چطوری غیر میداد؟ چیکار پشتین چرا نشستین؟ وای بعدشو ندیدی. مته رو گیر انداخته بود، همه ی شجره نامه بنده خدا رو کشید بیرون، قیافه مته باحال بود، آخرش اینجوری مونده بود. گفتن یه سرم جای دیجی رفته بود اونجا. آره اونو ندیدی؟ نه. رفته بود جای دیجی. گفتم خاله آیفر اینجا چی کار میکنی؟ میخواست آهنگ واسه دختر شما خواستگارا اومدن و بسره مته حساب کار بیاد دستش. بعد با دیجی رفیق شد، دیدم اون پشت دارن تخمه میخوره. منم میگفتم خدایا این خاله آیفر کجاست؟ آی خدا دلم درد گرفت. من قبل از تو چی کار میکردم زینب؟ نه من میدونم چی کار میکردم؟ I'm despite سمیر I'm so despite. آره منو دست میندازی بچه پودی. باشه مسخرمون کن. آی فاتح واقعا خیلی وقت بود اینقدر بهم خوش نگذشته بود. منم از خنده دل درد گرفته بودم. کم درد گرفت. دیوونه. حالا معلوم نیست لباساشو از کجا آورده بود. خیلی جالب بود، واقعا باحال بود. فاتح فاتح خوابیدی؟ فاتح پاشو، سلیم گریه میکنه، پاشو. نه بابا کلک سلیمم کارساز نیست. جدی خوابت برده. نه خوابیدی، مردی. فاتح یه وقت نمرده باشی.
یادم رفت آب بیارم. اصلا همه کارهای کثیف این خونه خیر ما رو میگیره. اگه همه کارشون رو درست میکردن ما این وقت شب اینجا نبودیم. تازه قرلندش هم ما باید بشم. برگشته میگه چرا از این عمیق‌تر چال نشده؟ من چه میدونم چرا از این عمیق‌تر چال نشده؟ خیلی برای تو خودت میومدی چیکار میکردی؟ چه خبره؟ اون کیه پیشش؟ اینو نصف شبی چیکار میکنن؟ آقا راسم جان من درست حسابی روشو بپوشون. بابا زودتر تمامش کن بریم بگیریم بخوابیم. تازه پوسیده بوی گندم گرفته. بعد سگ و گربه میریزن اینجا، حالا خر بیار باقالی بار کن. همه چی هم سر ما خراب میشه. بریز آقا، بیشتر بریز روش، بیشتر بریز. بوی گند. بازم بریز. پوسیده. سلیم پاشو. سلیم پاشو. زینب خوابم میاد. سلیم باید بیدار شی. انگار مصطفی یه جسد تو باغچه چال میکنه. گفتی جسد؟ با باغبون یه چیزی تو باغچه چال میکنن. حتما نهال بابا، نهال میکنن، دارن نهال میکنن. آخه این وقت شب کی نهال میکنه؟ پاشو سلیم، دارن یه کاری میکنن. بوی گندم میده، دارن چالش میکنن. سلیم پاشو دیگه. حالا چی کار کنی؟ دنبالم بیا، اما یه چیزی بپوش، هوا سرده. زینب وایسا، منم بیا. باشه وایسادم. فخ زینب نصف شبی گذاشت بخوابیم یه خورده. آها بزن قشنگ صفر شه. بزن شل نگیر. بزن محکم شه. دیدی بهت گفتم؟ کمتر. حالا روش بالا پایینم میپرن. ای وای خدا نصف شبه. آخ دمت گرممون. این وقت شب خوابت هم خراب کردم، اما نباید میمون تو. بسه. خب دیگه شبت بخیرم. ممنونم. شبتون بخیر. بمونه من صبح خودم جمع میکنم. رفتن. سلیم بیا. زینب نمیشه ما نریم. داداش خبر سلیم نمیشه. چرا؟ چون مصطفی بیخبر از فاتح هیچ کاری نمیکنه. فاتح هم خبر دارشه عمرم بذاره بکنین ببینیم. بودیم. ببخشید. خدا برو. میگم زینب من خیلی از مرده ها میترسم. منم. اما باید این کارو بکنیم سلیم. چرا باید این کارو بکنیم؟ بذار هر کاری میخوان بکنن دیگه. نمیشه سلیم. اگه مرده ارتان باشه چی؟ نه نگو زینب. چرا این سلیم؟ میکنیم. بوده سلیم. زینب اینجا بو گن میده. امیدوارم حدسم اشتباه باشه. فقط یه جور میتونیم بفهمیم سلیم. شروع به کندن کن. من از سر شروع میکنم تو از پا. هر چی دیگه بکنیم. دوبله شده در دیگه بابا خیلی بو گن میده. این چرت نگو. باید بکنیم. دماغتو ببند، از دهن نفس بکش.
های! شما کی هستین اینجا چیکار میکنین؟ ما این مصطفی خودت یکم قبل اینجا چی کار میکردی؟ اول من پرسیدم خانم شما اینجا چی کار میکنی؟ تو یکم قبل داشتی اینجا یه چیزی چال میکردی. چی چال میکردی ها؟ اول من پرسیدم سلین خانم شما چی کار میکنی؟ بسته دیگه به تو چه؟ خب تو چرا مثل فیلم ترسناک و یهو پای سرمون سبز میشی؟ خب چرا قوتم اینطوری گرفتی؟ نه خانم من گرفتم که شما ببینین که منم نترسین. اینجا چه خبره؟ ما کجا زیرکی کار کردن کجا؟ چی کار میکنی؟ منم همینو پرسیدم آقا فاتح، اما زینب خانم و سلین خانم هنوز جواب من ندادن. مصطفی تو یکم قبل داشتی اینجا یه چیزی رو چال می‌کردی. فاتح ارتانو کشتین و اینجا چال کرده نه؟ زینب چرا باید تو باغچه خودمون خاک کنیم؟ اما کشتنتون رو این کار نکردی. خب این قبل چیه؟ کی اینجا خوابیده؟ اون که قبل نیست سلین خانم، کود حیوانی ارگانیکه. مدفوعشونه. بله دقیقاً دارم به باغچه میرسن خانم. برای باغچه آوردن، خیلی بو میداد. به باغبون گفتم چالش کنه. صبر کن ببینم ما باغبون داریم؟ آره آقا رستم. راسم آقا رستم چی شد؟ آقا رستم مرده. خدا رحمتش کنه. حالا ول کن. پس ارتان کجاست؟ تو چرا همش سراغ ارتانو میگیری زینب ها؟ این چون میترسم از رو عصبانیت کاری کنی و خودتو تو درد سر بندازی فاتح. بابا آخه این وقت شب. زینب جون گوش کن ببین چی میگم. تو نگران نباش. جریان اون ارتان دیگه برای همیشه بسته شده. باور نمی کنم. دروغ میگین؟ مصطفی تو دستت چی شده؟ شکسته زینب خانم. شکسته؟ کی شکست؟ کجا شکست؟ چه جوری شکست ها؟ تو همون پام رفت رو صابون افتادم. تو همون رو صابون. این رایج‌ترین دروغ دنیاست. باور نمی‌کنم. تو به بازجویی مصطفی ادامه بده، من میرم بخوابم. خواب قشنگی بود. ادامه میخوام بدم. شب بخیر. فاتح زینب جون ببین گفتن دیگه چیه فهمیدیم تموم شد. منم دیگه طاقت ندارم میرم بخوابم. داداش صبر کن داداش. خانم با اجازه شبتون بخیر. شب بخیر مصطفی. شما برین. مگه من مردم خودم میکنم. نه نمیتونم. ولش کن. گفت چیه دیگه جسد که نیست. با هر کلنگم بوش در میاد. زینب چی کار میکنی؟ برای صبحونه بورک میپزم فاتح جون. امشب شام من میپزم. انتقام اون حرفی که گفتی یه نیمرو هم بلد نیستی با این بورکو ازت میگی. بگیر باشه عزیزم انتقامتو بگیر. من دربست تسلیمم. چه بوی خوبی. هنوز که تو فر نذاشتم بو بده. تو رو میگم. تو فر عدسم بذاریم چطوره؟ نه خیر هر روز نمیشه فاتح. مگه داشتیم زینب؟ نکنه دیشب یادت نمیاد؟ نه مگه چی شد؟ واقعا که برات متاسفم. زینب چی شده؟ چی داری میگی؟ دیروز خب حرف زدیم خندیدیم بعد من خسته بودم خوابم برد. همچین زیادم خسته نبودی خب اما ولش کن. یعنی چی؟ چیزی شد؟ چیزی داشتی؟ نه من نمیخوام بیشتر دربارش حرف بزنم. تو سرم یادم نیست واقعا داشتیم؟ دیگه تموم شده رفته ولش کن. من سرم داغ بود زینب یادم نمیاد. سرت داغ بود داره؟ باشه دوباره نمیشه فاتح جون. من الان فقط میخوام بورک درست کنم لطفا مزاحمم نشو. من نبودم خواهش میکنم بازم. نه فاتح جون خواهش میکنم. زینب ببین تو رو خدا به خدا هیچی یادم نمیاد. ای خاک تو سرم نکنن هیچی یادم نمیاد. صبح بخیر مصطفی. صبح شما بخیر خانم. بخیر نشده مصطفی بخیر نشده. چیه؟ حالتون خوبه آقا فاتح؟ نه خیر نیست. چیه؟ آقا یه 5 دقیقه حرف بزنیم. باشه اومدم.
زینب باورم نمیشه به خدا. باشه هیچی فاطمه دیگه یادم تمومش کن. نمیخوام دربارش حرف بزنم. از زینب ببین من تکرار میکنیم ها باشه؟ خنگول مشنگ چه فوری گول خورد. چیه مصطفی؟ بگو حالا به کی شک کردی؟ زینب خانم. دیوونه شدی تو؟ قربان حرکاتش خیلی مشکوکه. دیشب چرا داشت باغچه رو میکند؟ از کنجکاوی دیگه. نه قربان خانومتون روی قضیه کلید کرده. کسی که بهمون پیام میده حتما آدم اونه. چرا؟ چون میخواد همه ما به هم مشکوک بشیم، بیافتیم به جون هم، همه چی رو اعتراف کنیم. زینبه؟ بله. خب اون عکس رو از کجا پیدا کردم مصطفی؟ ها؟ قربان هنوز جواب اینش رو پیدا نکردم، اما به نظر من اون عکس 100% مونتاژ شده است. بابا تو عکس‌ها ما هستیم دیگه، خودمونم میدونیم چی شده. بله میگم که هنوز نتونستیم اونو حلش کنیم، اما تو اولین فرصت با جواب میام. به تبریک میگم مصطفی، تورم از دست دادی. بله بگو مته. فاتح کجایی؟ کجایی چیه؟ خونم. کله سری کجا میتونم باشم؟ تو دیشب خوب نخوابیدی؟ از دیشب با من حرف نزن، اسمشم نیار. خیلی خب بابا هیچ چی نگفتی ما. برای اون زنگ نزدم. ببین چی میگم فاتح. یه ایمیل برام اومده. درستم اون چیزو نشون میده. چیو نشون میده؟ اون شبو. ها؟ برای مته هم فرستاده؟ برای شما هم اومده؟ آره برای ما هم اومده، برای هر کی اونجا بوده اومده. مصطفی، اورهان، من. این عوضی کیه میفرسته؟ ببین من الان آی پی ایناشو نگاه کردم. یه کافی نت رو نشون میده رفیق. گفتی کافی نت؟ فاتح ببین من میگم من یه سر برم این کافی نت. خب تاریخ و ساعتش مشخصه. با صاحبش هم یه صحبتی میکنم. از دوربین کافی نت میشه فهمید کی بوده. هوش به این میگن مصطفی. بفرما. از دوربین حرف میزنه، از آی پی میگه، از تاریخ و ساعت ایمیل میگه. حرف واسه گفتن داره. مثل تو چون باغچه رو زینب کنده به کسی شک نمیکنه. زینب باغچه رو کنده؟ نه ولش کن، چیز مهمی نیست. باشه رفیق، پس تو برو این کافی نت سعی کن بفهمی کیه، به منم بگو. باشه اونش با من. فعلا خداحافظ. دیگه حق نداری سریال خارجی ببینی مصطفی. مگه چیه؟ منم دنبالش بودم. خب فقط تاکتیک من فرق داره. گرفتار شدم ها. یکم بزرگش نکردی مقدس؟ مادر جون خواهش میکنم، نمیدونین چقدر ناراحتم میکنین. پسر خودتون چند روز از این صندلی استفاده کرد، هر جا که قبلا هم نمیرفت و این میچرخید. مال من هنوز 24 ساعت نشده. فوری به چشمتون اومد، واقعا متاسفم. چه ربطی داره مقدس؟ دست بردار تو هم. هیچ فرقی نداره، چه پا چه انگشت. بالاخره انگشتم که شکسته. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر بچه ها. مامان تو چت شده؟ بالاخره بچه ها متوجه من شدن. مامان جون گندش نکن، فقط یه انگشته. فقط یه انگشت یعنی چی؟ شکسته دیگه. همشون تیکه تیکه شدن، پود شدن اصلا. همش تقصیر پسرتونه. تقصیر اون زردک نقنقوه، بچه فتوکپی بابا بزرگش. اون باعث شد اینجوری بشم. کی؟ سلیم؟ بله سلیم. مقدس خانم واقعا که بچه به اون کوچیکی حداقل تهمت نزن، این گناه داره. تو به من میگی دروغگو؟ بس دیگه، بگو مگو نکنین، گشنمونه. فاتح تو چت شده پسرم؟ چیه؟ شب خوب نخوابیدی؟ نه بابا جون، درست برعکس. چون خیلی خوب خوابیدم عصبی شدم. بوریکای زینب خانم پسم رسید. به به چه عالی. بفرمایید خانم. خیلی خیلی ممنونم. تو درست کردی؟ آره خودم تنها. اینم مال شما. ممنونم. زینب خیلی سبک شده. ببین اینو جدی میگم، تو داری حیف میشی. بیا از استعدادت پول در بیار. خب مقدس خانم میخواستم به شما هم تعارف کنم، ولی خب امکان نداره از بورکی که من درست کردم بخوریم. نمیخوام، طرفم نگیر. سب کن، اون تیکه بزرگه رو بده ببینم مزهش چطوره. بده.
عالیه، معرکه شده زینب جون، دست درد نکنه. نوش جونت. به 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 خانم، این دست درد نکنه، عالی شده. فاتح خیر باشه، میبینم که 180 درجه عوض شدی. آخه تو نمیگفتی نمیتونی یه نیم رو هم بپزی؟ زینب جون، من نگفتم نمیتونی نیم رو بپزی، گفتم ندیدم برام نیم رو بپزی. در ضمن بعد از کیک اون روزی و این برک همه چی تمومه. خیلی خوب، پس خوبه، چون امشب شما من میپزم. جدی میگی؟ دیدم خیلی وقت تو آشپزخونه نرفتم، هوس کردم. اون شامو بذاریم برای فردا. امروز من و تو و پسرمون یه گردشی بکنیم ها؟ نه راستش برنامه امروز منم در اصل همچین چیزی بود. ما هم توش هستیم. آقا جون یه بارم توش نباشین، بذاریم ما یه روز تنها بگردیم. هر کی بخواد میتونه بیاد، چون با فاتح میریم بازار. نه ممنون، من یه کاری دارم، خودتون برین راحت باشین. میبینم که فوری فرار کردی. بابا چیز عزیزم، من تا حالا بازار نرفتم. بریم بازار که چی بشه؟ به گلای میگیم موادشو میخره دیگه. اما فاتح جون برای شام باید مواد خودم بخرم. آخه من اینجوری راحت ترم. دلخور نشی گلای جونا، تو هم کیسه ها رو میاری. من زمین گیر شدم، رو صندلی چرخدار افتادم، اما هیچ که عین خیالشم نیست. خدا جونم ببین به چه روزی افتادم. مادرمون چی کار میکنه، چی میخوره، چی میپوشه، دلش چی میخواد، کجا میخواد بره، برای هیچ کدومشون مهم نیست. یکی افتاده دنبال زنش، زن ذلیل، اون یکی هم دنبال دوست پسرشه. خدایا تو منو با بچه هام داری امتحان میکنی. من چه گناهی به درگاه تو کردم آخه؟ اون کالباسه سرم میفرستی؟ باشه ولش کن. نه نمیشه. اما زینب خانم چرا باغچه رو میکرد؟ حالا زینب خانم نباشه پس مریم. آقا فاتح یه دقیقه میتونیم حرف بزنیم؟ خدا به خیر کنه. مصطفی باز چیه؟ راستش نمیدونم خیره یا شر. آقا فاتح چی شده؟ قربان شما که اونجوری گفتین راستش من یکم شرمنده شدم، اما البته که از خجالتتون در اومدم و مشکوکار یکی که اینجا نوشتم. ببینین تو این لیست مادرم هم هست. مادر بزرگم بود، چرا ننوشتی؟ قربان هنوز درباره خانم بزرگ کار نکردم، اما مقدس خانم رفتارشون خیلی مشکوک. مصطفی زیرزیرکی با تلفن حرف زدن، بعد یهو غیبشون زدن. پسر زده به سرت، مامان چرا ما رو تهدید کنه آخه؟ باشه آقا فاتح. غیر از اون یکم مریم خانم هست، رفتار اونم خیلی مشکوک آقا فاتح. در ضمن دستم یه مدرک خیلی مهم دارم. چه مدرکی؟ وقتی فیلم ختنه سرون رو نگاه میکردم چی دیده باشم؟ خب آقا فاتح چی دیدی؟ مریم خانم زیرزیرکی اومده بوده قربان، اومده دم در وایساده، مثل کارگاه نگاه کرده، بعدم گذاشته رفته. چی داری میگی؟ جدی میگی؟ کاملا جدی میگم آقا فاتح. این اصلا نشونه خوبی نیست. باشه مته که میره دنبال جریان کافینت، تو هم اینو بررسی کن، قضیه رو روشن میکنیم. هیچ نگران نباشین آقا فاتح، اونش با من حلش میکنه. باشه چی حل میکنی مصطفی؟ چیز زینب خانم سگه رو. مگه ما سگم داریم؟ سگ همسایه است خانم، تفلی تسمش پیچیده دور گردنش. مصطفی تو اون سگه رو پیدا کن، محکم ببند در نره. باشه رو چشمم آقا. مصطفی فهمی خانم منو صدا کردین؟ اون بیرون کی هست؟ ولش کن. من هستم آقا. نه تو نیستی، یکی دیگه بود. نه قربان سگه داشت پارس میکرد پیش اون بودم. بابا میگه سگ پارس میکرد رفته پیشش. مصطفی بله. اون سگه داره واسه خودش میچرخه، برو پیداش کن، بگیرش ببرش تو لونش، زود باش. باشه اونش با من آقا فاتح، اصلا نگران نباشی. خب عزیزم بریم. باشه فعلا باور میکنیم فدایی فاتح. دوبله شده در استودیو جم. اینو از کجا پیداش کردی؟ با هم یه قراری گذاشته بودیم کارو مریم. درسته، منم پای قرارمون وایسادم، اما تو این نامه رو چجوری پیداش کردی؟ میخواستی اینو بدی به زینب نه؟ آره، اما این مال قبل از صحبتمون بود، ما با هم به توافق رسیدیم. ببین
یک کلمه از حرفای تو رو باور نمی کنم کارا مریم. درسته. امروز وقتی با هم تو اتاق بودیم یادگار کیفمو گشت و اینو پیداش کرد. درسته؟ آیا اونو نکش وسط.